یکی از مباحثی که ما باهاش دچار چالش هستیم بحث رفتار سازمانی. قاعدتاً هر سازمان میتونه تأثیر روی فرد به واسطه یه رفتار سازمانی بگذاره و میتونه هم تأثیر پذیر از فرد باشه. رفتار سازمانی رو چه از دید روانشناختی یا روانشناسی و جامعه شناسی چطور میتونیم نگرانی سازمان‌ها، ارگان‌ها و حتی مؤسسه خودمون رو برطرف کنیم؟ سپاسگزارم از شما که مثل گفتمان پیشین ما رو قابل میدونید و پرسش رو مطرح میکنید. هدف اصلی هر سازمانی، مسلماً سازمان خوب و به تبعش پدیدارش که میشه رفتار سازمانی، نوعی پرسشگری است. حالا چرا؟ چون رفتار اساساً یک اسمی است که مصدر رفتن رو توصیف میکنه. رفتار اصلا مربوط به مصدر رفتن. زمانی که میگیم رفتار سازمانی، منظور ما این هستش که این سازمان به کدام سوی میرود، چگونه میرود، چه چشماندازی برای رفتنش داره و تماما مجموعه اینها رو رفتار بهش میگیم. حالا این رفتار و سازمان یک حیث فردی دارند و یک حیث گروهی دارند. یعنی هم رفتار ماهیتش ماهیت فردی است و هم گروهی است، هم سازمان ماهیت فردی داره و هم گروهی است. پس اینجا ما سازمان رو به مثابه یک شاکله و شخصیت و یک پیکر داریم، رفتار رو هم همینطور. حالا نسبت بین رفتار و سازمان هم اینجا قابل در واقع تفکر و واکاوی هست. خب ما میگوییم رفتار سازمانی. تصورش رو بکنید که یک فرد درون یک سازمانه. خب فردی که درون یک سازمانه دو تا حالت داره: یا مرید اون سازمانه، ذوب در اون سازمانه که همچنان داره فردیت ذوب شده خودش رو حفظ میکنه، یا اینکه خودش رو بخشی عضوی از یک سازمان میدونه. پس این اصلا ماهیت متفاوت میشه، اصلا ماجرا شکل دیگری به خودش میگیره. چرا که کسی که عضو یک سازمانه میدونه چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار.